آب اینه چیت اینه نگاه کن بابا. اینه خیکر کپیدیکو. اینه. هاپ. حالی دیگه آب یا بار دیگه راست میست ای بابی دو بار شیره ایتما اینو نگاه کن. این کاری هر بز نیست خیرمن کوفتن. یا که اول آب در پایینش قرار میگیره یکه این چه راست میسته. واه خیلی الان ما فهمیدیم میره چی میکنی. خیلی وز باید در توش بیست و پیشکی اینا صرفم رفتی؟ صرفم رفت تو پلنگ؟ خریب شد این دفعه میشه نگاه کن نه نگاه کن بابی نه خیلی به حساب شما در اینجا بقرشک بازی که بشینه نو؟ خیلی من تا بازی کن شما گاو و مالی مردم همین اگرات خورد این چی گپای؟ مرده و زیسته همین دو برگی ریحان قطی دو برگی گشنیج کردم شما در اینجا بازی که دیسین گاو و مالی مردم همه درامت خورد عقل داری نگون میدانی خیلی ما نخوردیم گاو مال خورد نخوردن نمیگن شما که شما هم آدمی دلای میخوانن و میخرن امرکو به مردارن هر دو کی عقلا همو گاو مال درام حالی سر میکدین ها اینه می هر دیت دکو اون همو سگ خوبه که حولی یا آدمی بیگانه درامت هاو میکنه عقلی اون همو سگ ای هر دیت دو بالای وی همو سگ ها همو سگ خندت بزن کلو جون در حیاتت یک تا گفت خوشرو گفتی یک گفتی راست گفتی چی گفتم تا در حقیقت سگ ای آدم با عقل ترک اگر وی به عقل میشید ای آدم پیشتر کسموس میرومد آن کس که جوان است و جوانی نکند با حسن جوانی دل ستانی نکند هر کی زی خوشی های جوانی دور است بهتر بود آن که زندگانی نکند. سازی نوی زفری بابی سلام علیکم. سلام علیکم. این میگم بروز ایت به تو به هاش دیزی به هاش دیزی خرو خزانش دیزی هماخی روز ندارم بچه می همین قدر بسیار حرکت میکنم که وای آخی در همین سین سالی ما دیگه ایسوس حرکت کردن میزیبه نه آخی نمیزیبه نه که من انمی نمیشه آخی اکو پدر بابیامون همین تا حرکت کرده آمدیان ما حرکت کرده سیم نمی آخی کار نکده او خانت چگه خانه میروی اگه چیکار میکنه او خانت آخی نه اکو او کمپیر میمونه که ما خانه بروم یا که اون نویراکا میمونن که ما دست در یک کاری خانه بزنم نه خدا رو شکر همه کار باری خانه رو صاحب شدیان من که چی کار میکنم نه همین روزا همون تلویزیورک ما گیریان میکنم و استابیلیزاترشم قوتش دو میمونم من بعد اناخی خدمت در همون بالای دیوانی دوبخ اسپل میپرتم میپرتوی با همین برنامه رو تماشا کرده ای گپای خوشروی برنده های تلویزیون ای برنامه های خوشرو منظره های بزیبی ای کانال های خوشروی جمهوری من هم لذت میبرم با از یاد کردم که حالی ای کدام کانال تلویزیون کدام برنامه میروه همه رو انتخاب کردم با تماشا میکنم الهمی از او خبتی من چیه یک بچه چیه؟ این وقتی که این برنامهش تمام میشه مجبور میشم ای جون بخیزم آدمی همین خون پرتافتگی شاخ شدگی به یک ازو میخیزم همین تا زحمت کشیده میرم پیش تلویزیون کانال میزنم او برنامه رو میام با تو میام بالای دیوان دخم میپرتم که یک قامت بفرمیشم با این برنامهش که تمام شد با میخیزم میرم همه رو با یک کانال میزنم او برنامه رو میام با تا گشته بالای دیوان میام که
شلپر میشم شلپر میشم. تماما هنگم دارو میکنه نمیشه چه مجبوری او رو کنال بزنی و کنال تماشا کنی خیلی هیچ گله تزیخشی پگه میره یا پول که تلویزیون میخرم تا با او میگفتی که چه بابای پول دم جای خاطی اینم کنال زن میگی اینم کنال زن میگی واه نخستم جای خاطر تاری همون دیوانه که خامری کو هم تو دراز میکشی و این هم تو میکنی یک کنال این تو میکنی دیم کنال کنال زدن میگیرن هم خیلیه با این خوب نیست هست که بابای من برای وای پول تو میگفتی که مجبورم ایجام بخیزم تا بازار برم برو انتخاب کنم بخارم بیارم من خودم میارم بابی خودت میاری؟ خودم میارم من تحفه میکنم تحفه میکنی؟ یا پول چی تلویزیون من تحفه میکنم آخه اگه پول نداشت بیا پولشو میتونم تا انده اونه که همین روز بیار همین روز میارم نام تلویزیون چیه؟ موافق هوای برم یا پول بگیرم بیارم تو بابی هلا اون تلویزیون ما ای بوبیم نپامید موندگی ای نامش گریزانت خیلی جمع میزنن توقت کلم سر در کسه خیلی چه نکنیم آدمی ده در دیوار جهان خود در دیوار زن است کار دنیا همه در پیروی کار زن است السلام علیکم و علیکم برسلام بابی سوازی تنجی علیکم برسلام شکر زفر جان ها چی که پایی کلینی بیچاره سرش قیده رفته سای تنجی ای داری بیمارخانه شما چی کار میکنی؟ همین پیش دکتر بردم تو یعنی نشان تو میشن نشان دادی دکتر؟ وای ساس کردی بیچاره نشان دادی خوب کردی این به قدر یا رسیدن مزهش نیست تو خی زمان خوب کردی نشان دادی دکتر چی اگه معالجه فرمید خی چی میگه چی دیاگنوزش چی بدای دیاگنوزش درد اعضای اواخری کی زن و مخه درد اعضای اواخری همین کلون این همی کلن این значит کامپیر راست میگفتن میگفت که همین کلونی همسایه подозрительный نه که زفرجان من کامپیر دم باوری ندارم من باوری ندارم که کلون عرق میخورده باشه این عرق نمیخوره آخی ها نه توبه بگو مصفت پیش وقتا میخورد و حاضر نمیخوره نه پیش میخورد نه حاضر وای ای خیلی عرق پلا ای خیلی گپور تو توبه بگو باید نمیخوره زنی ما آخه بگی نمیخورد چون دکتر میگفته که درد اعضای عرقری را کشیده است این چیز میخوره نه آخه نمیخوره همه عرق ها ای زنی من نمیخوره عرق در حیاتش هم خوردگی نیست در حیاتش این خیلی گپور نیست خیلی مایل دپوستیم اینا اگر این زنک که عرق نخوره چه خیلی درد اعضای عرقری رو میکشیده آخه گوش که مصفت عرق همه میخورم اعضا شوی کشیده سای